مایکل مارکوس، تریدری که سرمایه شرکت کورپوریشن که واسش فعالیت میکرد رو از $30,000 میرسونه به $80,000,000. تو قسمت قبلی ماجراهای بدبختی‌ها و بگاهی‌هاش و افسردگی‌هاش رو تعریف کردیم و خیلی هم چنگی به دل نمیزد و قشنگ هم واقعا نبود. اما این داستانیه که خودش رو جمع و جور میکنه و کم کم ذره ذره موفق میشه. پس اگه قسمت قبلی رو ندیدین چیز خاصی رو از دست ندادیم، میتونیم با خیال راحت این قسمت رو تماشا کنیم. گفتیم که $50,000 پول جمع میکنه که $30,000 مال خودش بوده، بقیه مال مامانش بوده. اون پول کامل میبازه، هم خودش رو به گاه میده و هم مامانش رو. خب از اینجا داستانمون شروع میشه. مایکل مارکوس چی کار میکنه؟ میگه من به شدت افسرده بودم و دنبال کار میگشتم. هر طور شده بود باید کار پیدا میکردم که سرمایه واسه تریدم جور کنم و بتونم گذران زندگی بدم. خیلی جاها درخواست کار دادم ولی منو قبول نکردن. انگار که دنیای معامله‌گری ولش نمیکرد. توی شرکت استخدام میشه نه به عنوان تریدر بلکه به عنوان تحلیلگر کالاها، بازار کامودیتی‌ها، تحلیلگر قیمت ذرت، چوب و برنج. اینها رو تحلیل میکرد، قیمت کالاها رو. شروع میکنه به تحلیل کردن واسه این شرکت. اما یه چیزی تو این شرکت وجود داشت که مایکل مارکوس ازش متنفر بود. اونم اینی که تحلیلگرهای شرکت هرگز و مطلقاً اجازه ترید نداشتن. مایکل مارکوس واقعاً معتاد ترید شده بود و واقعاً از ته قلبش تبدیل شده بود به یه قماربازی که توی بازار فیوچرز یاد گرفته بود که پولاشو، خودشو و اطرافیانشو بگاه بده. حالا نمیذاشتن ترید کنه، انگار معتادی که به تخت بستنش و نمیذارن مواد بکشه. اما مایکل مارکوس بیکار نشنست، قانوناشون رو دور میزنه و معاملاتش رو انجام میده. چی کار میکنه؟ میاد یه سیستم کدگذاری برای خودش اختراع میکنه. میگه که وقتی من گفتم خورشید بالاست یعنی لانگ بگیر، وقتی من گفتم که خورشید پایینه یعنی شورت بگیر. یه سیستم کدگذاری اینجوری برای خودش تو کارگزاری اختراع میکنه که بتونه معاملاتشو بدون اینکه مدیراش بفهمن انجام بده. تا اینجای کار مایکل مارکوس $12,000 در سال درآمدش بود و کار میکنه و شروع میکنه به معامله کردن دوباره با $700 که در این یک سالی که کار کرده بود پس انداز کرده بود. یه رفیقش هم برمیداره میاره که هیچی از معامله گری سرش نمیشده، $700 هم از اون میگیره و یه حساب $1,400 میسازه. شروع میکنه به معامله کردن بدون اینکه مدیراش چیزی بفهمن. مایکل مارکوس میگه اون سال دولت قیمت چوب رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بود، اما عرضه چوب محدود بود و تقاضا براش زیاد بود. بنابراین طبق منطق اقتصادی قیمت تخت سلا مشخصاً باید میرفت بالا ولی نمیرفت بالا. قیمت $110 ثابت بود و دولت هرگز نمیذاش این قیمت افزایش پیدا کنه. مایکل مارکوس اینجا یه سیگنال طلایی میگیره. میگه دولت بالاخره زورش به بازار نمیرسه که، بالاخره بازار برنده است. پس من میام لانگ میکنم تخت سلا رو. این کارو میکنه. مدت ها میگذره و مایکل مارکوس اون $700 خودش رو که حاصل یک سال پس اندازش بود رو تبدیل میکنه به $12,000. واقعا تبدیل میکنه به $12,000. تریدری که تا دیروز داشت ضرر میکرد خودش و اطرافیانش رو بگاه میداد. $12,000 پول میسازه. بعد یه فرصت دیگه به دست میاره، یه فرصت افسانه‌ای که انگار از آسمون افتاده بود تو دامنش. مایکل استدلال میکنه اوکی، تخت سلا گرون شد، منم روش معامله کردم، سود گرفتم، نوش جونم. اما قیمت الوار چی؟ قیمت الوار تکون نخورده. تخت سلا گرون شده ولی الوار گرون نشده. مگه هر دو مشتقات چوب نیستن؟ پس اگه یکی گرون بشه اون یکی هم باید گرون بشه. ولی چرا گرون نشده؟ مایکل مارکوس میگه اون هم خودش رو میرسونه و اون هم گرون میشه. اتفاقا درست فکر میکرد. میره هر چیزی که داشته و نداشته رو روی الوار لانگ میگیره. اما اینجا یه اتفاق خیلی خیلی وحشتناک میافته که کسایی که مدیریت سرمایه نمیکنن این بلا سرشون میاد. چی؟ روز بعدش دولت یه بیانیه صادر میکنه و میگه یک سری تریدر هستن که دارن بازار الوار و چوب رو منیپولیت میکنن و دستکاری میکنن. ما به صورت قاطع با این سفته بازار برخورد خواهیم کرد. ناگهان $12,000 که مایکل مارکوس جمع کرده بود تبدیل میشه به $4,000. مایکل به شدت افسرده میشه و
طبق گفته خودش میره قرص‌های مربوط به افسردگی مصرف میکنه که فیل رو از پا مینداختن. طبق گفته خودش حتی روی پاش بند نبوده که بخواد بره خونه، اما معاملش رو نمیبنده، صبر میکنه و صبر میکنه. قیمت برمیگرده. دولت از پس قیمت گذاری دستوری بر نمیاد، بازار برنده میشه و قیمت برمیگرده و $4,000 مایکل مارکوس تبدیل میشه به $64,000. پس اول $700 داشته، با این $700 شروع میکنه معامله کردن تخت سلاح، میشه $12,000. بعد ضرر میکنه، میشه $4,000 و بعد ناگهان $4,000 میشه $64,000. واسه اینکه حساب کار دستمون بیاد، بیاین یه بررسی کنیم. این آدم $700 سرمایه اولیش رو تبدیل میکنه به $64,000، یعنی 9,042% سود، یعنی 90 برابر کرده بود سرمایه اولیش رو فقط در عرض 2 سال. خب تصور کن شما توی سال 2017 زمانی که بیت کوین $1,300 بود بیت کوین می‌خریدی به اندازه $700، دستم بهش نمیزدی، یعنی 8 سال به بیت کوین دست نمیزدی، فومو نمیشدی، توی ریزشا نمیفروختیش، توی سودا نمیفروختیش، دست بهش نمیزدی، میذاشتی بمونه. انقدرم قهرمان بودی که توی $1,300 زمانی که هیچکی نمیدونست بیت کوین چیه بیت کوین می‌خریدی. اگر این کارو می‌کردی امروزه 9,000% سود میکردی که الان روی سقف $120,000 هستیم. ببینین آدم چقدر قهرمان بوده، چقدر خفن بوده که تونسته در عرض 2 سال این 9,000% رو بگیره.